سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را برای روز 27 مارس من مامین احمدی پیشکش میکنم. در برنامه از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. نگاه و سرخط خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای نپرداختن پول نیروی برق جزا معین شود. نگاه به نرخ و نوا در بازارهای تاجیکستان. خریداران شکایت از گرانی نرخ مال و محصولات دارند. همه چیز پشت دونگی روغن قیمت شده است، لیکن روغن پیریخ‌های کشمیر مثل پیریخ‌های تاجیکستان آب می‌شوند. پیامد نابود شدن پیریخ‌ها برای منطقه چیست؟ قبلا اینجا کمش از 40 تا 50 سانتی متر برف بود، حالا تا 12 و یا 20 سانتی متر کاهش یافته است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای نپرداختن پول نیروی برق جزا معین شود. پیشنهاد روز 27 مارس در مجلس حکومت صدا داد. قرض مردم و کارخانه‌ها از نیروی برق بیش از 4 میلیارد سامانی حساب شده است. حالا دقیق نیست که پیشنهاد رئیس جمهور کی را هدف قرار خواهد داد. موضوع را همکارم کیومرثی عطا پیگیری کرده است. در حالی که جلسه حکومت تاجیکستان پس درهای بسته و به حضور خبرنگاران مستقل گذشت، جزئیات پیشنهاد رئیس جمهور امامعلی رحمان معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت تنها نوشت که او از استفاده غیر ثمراناک نیروی برق و تلفات از معیار زیاد آن در تیر ماه و زمستان سالهای 2024 و 2025 اظهار نگرانی کرده است. به قول همین منبع، پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شود. مقامات تاجیکستان چند سال باز مردم را گناهکار میکنند که حق استفاده نیروی برق را نمیدهند و یا آن را بدون حساب کنک، یعنی به طور دزدی استفاده میبرند. ساکنان برعکس دعوا دارند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها میستانند وگرنه به گرمی و روشنایی خواهند ماند. شرکت برق تاجیک قرض اهالی را از نیروی برق تا ماه ینوری سال 2025 1 میلیارد و 700 میلیون سامانی حساب کرده است. کارشناسان بارها آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه گذاشته سبب‌های این مشکل را بیشتر به مدیریت نادرست پیوند دادند. در عین زمان بعضی از ناظران برق به ذکر نام خود میگویند قرض‌های زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران بلندپایه تعلق دارند. در حال حاضر هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تاجیکستان به تقریباً 31 درم فروخته می شود. با قرار حکومت از 1 اپریل امسال این رقم به تقریباً 36 درم خواهد رسید، در حالی که شرکت عظیم چون تلکا یا کارخانه الومینیوم تاجیک آن را به 20 درم میگیرد. تاجیکستان در سال 2024 زیاده از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. طلبات سالانه کشور در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. در سال 2024 به زیاده از 906 میلیون سامانی از تاجیکستان به خارجه برق صادر شده است. در تاجیکستان برای تجلیل از عید فیطر یا عید رمضان آمادگی می‌بینند. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان گفت که عید فیطر روز 30 مارس برگزار می‌شود، چون سالهای قبل ساکنان را در این شب و روز بالاروی نرخ محصولات در بازارها نگران کرده است. همکارم شهلای عبدالله و ارشاد سلیمانی به بازار رفتند و این گزارش را آماده نمودند. صرف نظر از هوای بارانی در آستانه عید رمضان، ساکنان در تکاپوی خریدی محصولات دسترخوانی ادانه هستند. اما شکایت آنها از هوای بارانی نیست، بلکه از قیمت در بازار هاست که بالا رفتند. همه چیز پشت دونگی روغن قیمت شده است، لیکن روغن 95 سوم بود، 85 سوم بود، 100 علینا 112 شده است. کانفت دایم قیمت شده کمک. همه ساله در پیشاروی عید و جشنها، بخصوص در عیدهای رمضان و قربان، نرخ محصولات در تاجیکستان بالا می رود. امسال هم در عرفه عید فیطر که روز 30 مارس اعلان شده است، احوال چنین است. خشیده خیلیش قیمت. چه قیمت شده؟ نمی دونگی قیمت شده، روغن قیمت شده. چند بود مثلا دونگی چند خیلی شده؟ با 5 6 سوم تا 10 سوم بالا رفته. مقامات امسال برای راه ندادن به بالاروی قیمت محصولات نیازی اول به تاجران صاحبکاران هشدار دادند. ماموران ملیسا حتی چند نفر را برای از ارزشی تعیین کرده بالاتر فروختن گوشت
تنبیه دادند. قصابان را به آن متهم کردند که گویا گوشت را از 75 سامانی بالا فروختند. تلاش های مقامات نتیجه نداد. هرچند در گوشت فروشی ها نرخ 75 سامانی نوشته شده است، اما ساکنان میگویند آن را گرانتر میخرند. 90 بالاتر، 1 2 3 روز پیش گرفته بودیم. خیلی وزمین است، البته وزمین است. خیلی چی میگویی دیگه، هم کار زندگی هم میخواد. سازمان مشورتی نیکسیگال مشاور در همکاری با برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در ماه ژانویه امسال در یک تحلیل از بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان از 7 تا 18% خبر داده بود. با نزدیک شدن عید رمضان، ساکنان از دیگر منطقه ها نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بالاروی نرخ محصولات را مشاهده کردند. برخی خریداران تاجران را برای بالا بردن نرخ‌ها گناهکار می‌دانند، ولی آنها می‌گویند از بس که تقاضا زیاد می‌شود، آنها خودشان هم محصولات را گرانتر می‌خرند. تاجیکستان در رده‌بندی سطحی دموکراسی در کشورهای آسیای مرکزی قریب یک زینه پایان رفته است. این نکته در خلاصه تحلیلگران دی اکونومیست به نشر رسید که شاخص دموکراسی را برای سال 2024 ترتیب دادند. در این جدول قرقیزستان در منطقه دموکراتی ترین کشور اعتراف شده، بدترین وضعیت در ترکمنستان بوده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. به گفته تحلیلگران دی اکونومیست، وضع دموکراسی در کشورهای آسیای مرکزی در چند سال اخیر به سوی بدتر تغییر یافته است. از 5 کشور منطقه 2 تاش در قطار دولت‌های میباشند که نشان دهنده پسترین را دارند. سخن از ترکمنستان و تاجیکستان میرود. سطح دموکراسی در تمام کشورهای آسیای مرکزی کاهش یافت و یا بی تغییر ماند. در منطقه ترکمنستان در جای آخرین باقی مانده با شاخص 1.166 در جای 161 قرار دارد. این رقم از سال 2020 این جانب تغییر نیافته است. نشان دهنده تاجیکستان از 1.194 در سال 2023 به 1.183 پایین رفته است که این از بدتر شدن اشتراک سیاسی گواهی می‌دهد، زیرا امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نظام سیاسی را پرره تحت نظارت نگه می‌دارد. شاخص ازبکستان در سال 2024 از 2.112 تا 2.110 پایین آمد، اما این کشور به دلیل بدتر شدن وضع در دولت‌های دیگر 2 زینه بالا رفت. سال گذشته فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در امریکا تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکز خودکامه نامیده به رشد دموکراسی و آزادی در جمهوری بهای پسترین داده بود. اما با باور کارشناسان طرفداری حکومت دموکراسی در کشور کاهش نیافته است. در همین حال به گفته مرتبان رده‌بندی نو در میان کشورهای آسیای مرکزی وضع دموکراسی بهتر از همه در قرقیزستان است. هرچند در سال 2024 نشان دهنده‌های پیشین این کشور بدتر شده و تا 3.52 کم گردید. کاهش اساسی به بد شدن روند انتخابات و افزایش فشار بر رسانه‌ها مربوط می باشد. قزاقستان موقع خود را تغییر نداده در شاخص جهانی در گروه رژیم‌های خودکامه در جای 118 باقی ماند. در مجموع در پژوهش قید می شود که بحران دموکراسی نه تنها در منطقه‌های علاهیده بلکه در تمام جهان مشاهده می گردد. شاخص در اساس نتایج پرسش‌ها ترتیب داده شده است که ناراضگی گسترده از وضع دموکراسی را نشان می‌دهند. تحلیل این معلومات برای فهمیدن سبب‌های ناراضگی مردم از وضع دموکراسی امروزه مهم است. یقیناً موجودیت انستیتوت‌های رسمی دموکراسی برای تأمین دستگیری جامعه کافی نیست، به خصوص اگر این نهادها نفوذ واقعی را از دست داده قبول قرارها به ساختارهای انتخاب نشده واگذار شده است. در مجموع نظام بهادی ساده بوده بهترین نشان دهنده دموکراسی با 10 خال ارزیابی می شود. وابسته از نشان دهنده ها کشورها از روی رژیم به دولت‌های دموکراتی پره، ناپره، اینچنین رژیم‌های آمیخته و خودکامه تصنیف می گردند. در رده‌بندی نوبتی باز هم کشورهای اروپایی دموکراتی اعتراف شدند. از همه پیشرفت نروژ با شاخص 9.81 خال و بعد از آن زلندیای نو، شویتسیا، ایسلندیا، شویتزاریا، فنلاندیا، دانیا، ایرلندیا، هلند و لوکزامبورگ قرار گرفتند.
یک تحقیق تازه نشان داده است که مثل تاجیکستان پیریخ‌ها در ولایت کشمیر تحت کنترل پاکستان به تدریج بخار و نابود می شوند. عاقبت آن هم سخت شدن زندگی مردم و بخصوص در دره نیلوم است که شاهد عینی تغییر اقلیم در محله‌های خود هستند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. منظره اینجا همیشه در حال تغییر است. منظره در کوهستان‌های ولایت کشمیر تحت نظارت پاکستان که بیشتر از 224 پیریخ دارد و آنها با سرعت آب و بخار و ناپدید می‌شوند. مشاهده و تحقیقات نشان دادند که منبع‌های آب مردم در اینجا به تدریج کم و کمتر می‌شود. پریخ‌ها 0.8% قلمروی کشمیر را تشکیل می‌دهند. پریخ‌های کشمیر بسیار زود آب می‌شوند. بر طبق یک ارزیابی در مدت 17 سال تقریباً 4000 گکتار پریخ از بین رفته است. 4000 هکتار के करीब जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं. مردمی که در این کوهستان بلند زندگی می‌کنند خودشان شاهد گرمایش کره زمین هستند و عاقبت‌های تغییر اقلیم را می‌بینند. محمد جلام در عمر دراز خود بسیار تغییرات را در اینجا دیده است. حالا در ایام پیرانسالی تغییر اقلیم را احساس می‌کند. می‌گوید نابودی پیریخ‌ها به معنی نارسایی درازمدتی آب است. به سبب بالا رفتن حرارت پیریخ‌ها قریب که تمام شدند و سبب کمبود آب می‌شوند. زمستان‌ها بسیار کوتاه و هوا گرمتر شده است. برای همین پیریخ‌ها زود آب می‌شوند. محمد اشفق صاحب دکان در دهه لاوتی بالا است که تقریباً 3000 نفر اهالی دارد. می‌گوید دیگر در اینجا برف مثل سال‌های پیش نیست. قبلا اینجا کمش از 40 تا 50 سانتی متر برف بود. حالا تا 12 و یا 20 سانتی متر کاهش یافته است. بارش برف نیز غیر قابل پیشگویی شده است. اینجا باغ‌های میوه بود. ما میوه می‌خوردیم، از حاصل فایده می‌گرفتیم. حالا کاملا نابود شدند. دیر باریدن برف هم یکی از سبب‌های دیگر نابودی پیریخ‌ها است، چون نه در ماه‌های اول زمستان بلکه دیرتر می‌بارد و تحت تاثیر حرارتی بالاتر یخ نمی‌بندد و زود آب می‌شود. برفی که میبایست در ماه انور در کوه میبارید به نزدیکی بارید، بنابراین روی زمین نایستاد. دوم این برف نتوانست برف قبلی را پوشاند. برای همین پیریخ‌هایی که سالها اینجا بودند زود آب میشوند. به سبب آبشوی آنها زمین‌ها شسته و ذخیره‌های آب کم میشوند. خطر آبخیزی در رودخانه‌ها نیز وجود دارد. بنا به یک گزارش پیریخ‌های قطارکوه‌های هندوکش و همالای با سرعت بی سابقه آب می‌شوند و ممکن است تا آخر همین عصر تا 80% حجم خود را از دست بدهند. عاقبت آن هم سخت شدن دسترسی به آب نوشاکی برای تقریباً 2 میلیارد نفر است که در پایان 12 رودخانه زیر این قطارکوه‌ها زندگی می‌کنند. چند پیش وزیر امور خارجه تاجیکستان هم در سازمان ملل گفت گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پیریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن بد شدن نیک و احوال مردم در آسیای مرکزی است. محسن محمدیف به سکته مغزی گرفتار شده است. محسن محمدیف سابق فوتبالباز معروف و مربی ورزیده تاجیک بیش از یک ماه است که به علت بیماری سکته مغزی اینسولت در یکی از بیمارستان‌های شهری مسکو روسیه طبابت می‌گیرد. منوچهر محمدوف خویشاوند محسن محمدیف روز 26 مارس به رادیو آزادی گفت و ماه فوریه امسال در ترکیه به سکته مغزی گرفتار شده است. محسن محمدیف مدیر باشگاه فوتبال وخشی باختر است و همراه دسته‌اش برای گذراندن جمع آمد تعلیمی و تمرینی به ترکیه رفته بود. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه رادیوی آزادی org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار تا برنامه‌های دیگر.